شما فقط انتظاری جواب شوید از پس کارها روید کجا رویم روزی ما بیلت گرفتگی بیلت ما ایستاده مهاجرت مهنتی این کاتگوری این پروسس گلوبالی است من گفتم رقم‌های پر سال پیش 241 میلیون انسان در جهان در حرکت است بار یگان دولت نیست ما میخوایم در دولت کار کنیم چی رحمان گوناگو عبیدالله گوناگو نه شما از پیشوای معظم ملت روزگی گیرید البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید روزی باشید البته ما روزی هسته البته ما روزی همین خلق همین از رایی کنید قریب 1 میلیون تاجیک که در روسیه زندگی میکنند به عنوان مهاجر و کار میکنند این آیا مشکلاتی را برای جامعه تاجیکستان به وجود آورده و احیانا نفوذ روسیه رو تداوم میبخشه در تاجیکستان 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند بله همینطور است دیگر به منطقه به کجا روند و با این کار هم کمک به اقتصادیات تاجیکستان است هم به عائله های خودشان دولت های همسایه دیده است همین خیلی است دولت های همسایه برای همین تینجی اعظم چیزی مقدس است این هم ما باید پایداری کنیم راضی هسته دولتی با اصول دارد تاجیکستان با پیش یک طلباتی محترم سپانزاده فروشی چیپته کی رو من کنید همین محترم سپانزاده فروشی همین سیورنی ویتر بند کنید همین خلق همش همینجا به ایستاده است گوش کنید همه همینجا به ایستاده است همین کارو ما حل کنید ما یه پرانه فریده رویم جای کارو ما با رحمت شما که ارزان کردید جناب عالی شما از پیشوای معظم ملت روزگی گیرید البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید روزی باشید البته ما روزی هسته البته ما روزی همین خلق همین روز رایی کنید یک 3 روز باز من همین ماهان همینجا با مسافرها عذاب کشیده شدیم بالی بیتون به خوابیم گوش کنید باز زبر میگم ما جناب عالی ما راضی همین یک کار کنید که همین مردم عذاب نکشد خلق بیچاره همه عذاب با التماس جناب عالی ما وعده‌های دروغ نتیتونه وعده‌های دروغ نتیتون التماس همین مردم یک التماس گوش کنید ما خبر خوشا گوش کنید تمام راهبران ساختارهای دولتی در اساس سیاست نکوکورونه سرور دولت طرفداری از سیاست دولت میکنند و فکر مهاجر مسافر شهروندان ما را شبانه روزی میکنند شما یادتان باشد من یک چند روز پیش آمده بودم در فرودگاه با تمام مسافران وا خوردم و فهمیدم که حتما طلبات شما قانع گردانیده شد و پروازها اجازه داده شد لیکن باز من همه شما را دعوت کردن در پروازهایی که اجازه ندارد دعوت کردن باز همینجا این نادرست است حالا ما چیکار کنیم برای چی اجازه من از این روز این جانب نسبت فعالیت آینده شرکت‌هایی که با فعالیت نادرست مشغول هستند نرخ چیپتر را زیاد میفروشند از جانب ساختارهای قدرتی داخلدار چاره‌جویی کرده میشود و پیش راه این گرفتن ما خودی حاضر از پسی اجازت همین پروازها میشیم از این سو پس چیپتای قیمت نخرید چیپتر را خریدید همه در رسانه چیپتر خرید رسید طلب ما کوشش میکنیم اجازت داده شد محترم یعنی ما هممون باید یک تکم زنید التماس محترم سپانزاده همین خلق کارش حل کنید التماس از جناب عالی هم ما التماس میکنیم که همین کاری خلق ما گسیل کنه ما رویم محترم سپانزاده ما العالمین به ما نیت داریم همین خلقی بیچاره همه قرض گرفتگی میدونید چه خیلی مردم حاضر ما از جناب عالی ما راضی حرکت کنید ما بسیار کنید ما روید اوید با اجازت شرکت پروازش و شما را برده رساندن ما خودی حاضر از پس همین میشویم بررسی میکنیم
و ما باید فراموش نکنیم دولت ما تینج است، مستقل است، 30 سالگی استقلالیت داریم. همه ما از حکومت کشور راضی هستیم؟ البته چرا نه؟ از جناب عالی راضی هستیم؟ البته راضی. من نرخی که بسته برای جناب عالی همه یک جا بپش برای جناب عالی ما این کار حل میکنیم، کوشش میکنیم. حسد التماس من جوابش کنیم گوش کنیم محترم مسافران شهروندان، شما میخواهید که همه مسئله سر وقت حل خود را یابد. البته حاضر یگان خیل گپی ایغو انگیزایی که سیوینیویتر گفتید که به شما تلفن ما را داد ای بی ساختار دولتی گوش نکنید. راز از پس کارها همه شما را خبردار میکند که همین پروازها در دایره طلبات عملی کرده می شود. این نسبت این مسئله ما کاربری همین چند ماه دوام دارد بلیت قیمتیش. یک چیز گوش کنید من گپ زنم. وقتی که پیش از دوره پاندمی پروازها آزاد بودند در دوام یک سالی دراز طلبات سالانه مسافران قانع گردانیده میشد. همین خیلی است. حاضر باشد از 1 اپریل اجازه داده شد برای پروازها بین تاجیکستان و روسیه. 1 ایون 2 ماه می شود و در این 1.5 ماه طلبات سالانه مسافرکشانی به سمت فدراسیون روسیه خانه گردانده نمیشد، دشوار است و این ما باید درک کنیم. انا به احتکاری به واسه سرور دولت پروازها زیاد شده ایستاده اند، خط سیرها افزایش خوب است. از همه مهم برای هر یک مسافری ما دسترسی به چیپتای ارزان خودتان من میدانید که در تمام نقطه‌های فروش 5800 5600 شده سالکه چیپتا. همه این غمخوری برای شما از جانب حکومت کشور است. میندار هسته؟ البته مینداریم. برای همین حاضر از پس کارها یگان خیل گپی زیادی باید نشود، اجرا می شود. با همین دکتر میگذارید، همین دکتر میگذارید محترم فرزاده، همین دکتر ما گوش کردیم گذاشتیم صبح 2 بار الکی 150 تومانی داده گذاشتیم. همین ما چیکار کنیم؟ برای خانه گردان این مشکلی نیست. ما کاربری میکنیم و کوشش میکنیم روی حلش رو یابه. کوشش میکنیم برادرو شهروندان محترم حاضر آرومکت از پس کار و یگان خیل گپای آدم همین محترم فرزاده همین خلق همینجا با ایستادیم همین بیلت خریدگی ما چیکار کنیم؟ ایستید اویدی بررسی این مسئله ما پیگیری و کاربری میکنیم. ایستید ما خبردار میکنیم شما فقط انتظاری جواب شوید، از پس کارها روید. کجا رویم ما؟ ما بیلت گرفتگی بیلت ما ایستاده فراموش نکنید دولت ما تینجی آسوده است. البته دولت های همسایه دیده است. همین خیلی است. دولت های همسایه برای همین تینجی از همه چیز مقدس است. این ما باید پایداری کنیم. راضی هستید؟ دولت ما اصول دارد. شما باز همون من سر دادن یا ندادن حقوق نیست و طلبات جاری است. طلبات باید رعایت کرده شود. بعد اجازه ما از پس اجرایش همین کار میشویم. ما به شما گپ زدیم و گفتیم نشد باز پگاه سحر هم من میبیام کوشش میکنیم که مسئله مثبت مسئله ما کوشش میکنیم در فرصتی کوتاه‌ترین مسئله در دایره قانونگذاری حل خود را یابد. کوشش میکنیم کرونا ویروس اگه 3 بار گرفت شدیم کوکنه مسئله کووید هم ما کوشش میکنیم که کووید خیلی بپن کنیم. مشکل برادر محترم طلبات جاری است
вақте ки талабот риоя намешавад мусофирон бояд аз ҷониби ширкат ба фурудгоҳ даъват карда нашаванд. Ки даъват мекунад? Кадом ширкат? яъне масъалаи нисбати ин ширкат дар дораи талабот мо кани мебинем, ҳамаша меомӯзем. Шуморо огоҳ аз ҳама муҳим бояд мо таҳаммулпазир бошем, ба иғво дода нашавем. Аз паси короша мо нисбати иҷозати парвоз ҳозир чораҷӯӣ карда корбарӣ мекунем. Шумо муҳтарам мусофирон, биёед мо ҳам равем аз паси кор шавем, тезтар бинем, шумо ҳам аз паси омодагӣ ба сафар. кӯшиш мекунем мусбӣ ҳал шавад.